بزنیم و همدیگر رو تایید و تشویق بکنیم. من فکر میکنم اسمش یک دوره همی دوستانه است و با اینکه میدونم این رو همه هم شنیدن که ما از ابتدا بیش از 3 سال هست که همواره تمام استیج هامون استیج آزاد بوده و هر دوستی با هر فکر و عقیده‌ای، هر هموطنی کامل آزادانه میتونه نظرش رو بیان بکنه و به هیچ عنوان هم نظر جنم نیست و اصلا لازم هم نیست و اصلا مهم هم نیست که نظر جنم باشه، چون هر شخصی، ما تلویزیون جمهوری اسلامی نیستیم، نظر خودش رو بیان کنه. ولی من فکر میکنم برخی از دوستان شاید اصلا مشکلشون این نیست که استیج آزاد نیست، مشکلشون شنیدن نظر مخالفه که خب در این مورد متاسفانه ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، چون ما همیشه همه نظرات رو با کمال میل میشنویم و اینجا هم داریم گفتگو میکنیم با همه دوستان. فقط یک لحظه اجازه بفرمایید آقای اکباتانی، اگر خیلی کوتاه هست، چون معمولا میدونید دیگه ما در خیلی دونور اصلا کوتاه. کامنت بله. نمیگیریم. خیلی کوتاه. جناب شیخانی، اگر ببینید من گفتگو نکردم در این اتاق، به خاطر همین مطلبی است که جناب بخشید عزیز گفتن. شما مهمان هستید، بلندگوی باز دارید، ما در یه مدت محدودی باید صحبت کنیم و الا اگر به گفتگو باشه، من تک تک تناقضات صحبت شما رو که از اول این اتاق تا حالا گفتید به خوبی بهتون نشون میدم، اگر برای به گفتگو باشه و اجازه گفتگو باشه. این یک. دو، اینکه تمام این آمارهایی که شما داری اصلا ربطی به موضوع اتاق ما نداره. موضوع اتاق ما اینه که در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم. انتخاباتی که نمایندگانش رو کس دیگری تعیین بکنه و به من بگه بیا رأی بده، یعنی من به صغیر بودن خودم صحه گذاشتم. کسی که در این انتخابات شرکت کنه میگه من صغیرم و لیاقت این ندارم که خودم نماینده انتخاب کنم، تو باید انتخاب کنی. حالا اگر کسی بخواد به صغارت خودش صحه بگذاره، بسم الله، دیگران رو به خیال پردازی متهم نکنه. آخرین مطلب این که مگر کسی گفته میدان جنگ بریم بجنگیم که توازن قوا نداریم؟ خب معلومه که توازن قوا نداریم. داریم میگیم نرید رأی بدید. ما که نگفتیم بجنگیم که اونا قوی ترن، تشکیلات دارن و خب بعد همه چی دارن، اپوزیسیون هم هیچی نداره. من میخوام بریم بجنگیم باشون. گفتیم آقا به صغیر بودن خودتون صحه نگذارید. کسی که در این انتخابات شرکت کنه خودش رو صغیر، نادان قدمداد کرده که من لیاقت ندارم نماینده خودم انتخاب کنم. تو باید آقای خامنه‌ای بگی منم به تو صحه بگذارم. حالا اگر شما به صغارت خودت بخوای صحه بگذاری، بسیار عالی، بفرمایید، ولی از دیگران نخواهید این کارو بکنن که به سبب صغیر بودن خودشون صحه بگذارن. و الا آمارها به چه درد ما بخوره؟ آمارها درست غلط، اینها موضوع رأی دادن در این انتخاب یا ندادنه. هر کس در انتخابات شرکت کرد انسان صغیریه. اون بیانیه من نخوندم، من جمع‌بندی نظراتم رو گفتم که ناشی از 5-6 ماه مطالعه در مورد انتخاباته. خامنه‌ای چه میخواد، مردم چه میخوان و ما چه باید بکنیم به عنوان انسانهایی که برای شخصیت خودمون ارزش قائلیم و به صغارت خودمون نمیخوام صحه بگذاریم. از این ندارم. خیلی ممنون، متشکرم از شما ببخشید اکباتانی. خانم بفرمایید، در خدمتتون، محشید، خواهش میکنم. ببخشید، پیشنهاد میکنم از کلمات تحقیرآمیز استفاده نکنیم. هم شما این که استفاده به کردید، دیگری گفتید بگیم خیال آقای پرداز. من به شما اکباتانی، گفت من 60 سال مبارزه سیاسی من کردم، اصلا خیال پرداز نیستم. آقای اکباتانی اجازه بدید بحث. بسیار من پوزش متشکرم میخوام آقای از اکباتانی. آقای اکباتانی اجازه بدید بحث در همین محور گفتگو پیش بره، خواهش میکنم، ممنون میشم. و ممنون جناب چشم، اجازه بدید دوستان. ممنون، متشکرم از شما جناب آقای شیخانی عزیز. یه نکته وجود داره البته آقای اکباتانی عزیز، با اینکه من شخصا خود من هم هرگز نه رأی دادم و نه هرگز در هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی شرکت کردم، اما انتخابات مجلس به گونه‌ای هست از آنچه که داریم و در کشور می‌بینیم. یک مطلب خوبی رو فکر کنم آقای احمدی نوشته بودن که اصلا که جامعه ایران و کشور ایران از قبل پهلوی قاجار بگیر تا الی ابد یک کشوری بوده که در اکثر مناطق ایران به صورت قبیله‌ای هستند و معمولا اینها همیشه در اتفاقات و
در واقع آن چیزی که منفعت اون قبیله، گروه، خانواده، هرچی رو تأمین میکنه معمولا به صورت اون قبیله‌ای شرکت میکنن. انتخابات شوراها یکی از همون موارده که معمولا مخصوصا در شهرستان‌ها و در قسمت‌هایی از ایران که هنوز اون بحث قبیله‌ای خیلی پررنگ‌تر هست، قسمتی از شرکت کننده ها در ایران بازم میگم در انتخابات مجلس شوراها و نه ریاست جمهوری به همین دلیل است، چرا که هر صندلی کرسی مجلس میتونه منفعت اون قبیله رو تأمین بکنه. خب این چیزی تعارف که نداریم، هر صندلی مجلس از نظر درآمد صحبت‌های آقای رشیدی کوچکی فکر می‌کنم رو اگر گوش کرده باشیم می‌بینیم که الان در این فقط صندلی نمایندگی مردم نیست، صندلی سود و منفعت بیش از حده. الان این جنگ و جدال‌هایی که در خیلی از شهرستان هم هست بر سر همین رقابت‌هایی رو که ما اینطور میگیم، واقعا شاید یکی از دلایلش همینه و قسمتی از مردم هم شرکت میکنن، چه ما بخوایم چه نخوایم. حالا اجازه بدیم برگردیم آقای دکتر پرهام و بعد آقای دکتر روشندل رو میشنویم. آقای دکتر پرهام. ببینید دوستان، سیاست در تجربه اندک من خوشبختانه تجربه 60 ساله آقای آلن رو ندارم و امیدوارم هستم که هرگز نداشته باشم در عمری که باقی مونده. چون سیاست سراسر شر به یک نوع و تلخیه. یعنی در سیاست هر وقت که فکر میکنی یک گام به پیش رفتی، واقعیت تو رو 2 گام برمیگردونه به عقب. من واقعا تا نیم ساعت پیش فکر میکردم و گفتم که اگر یکی از دستاوردهای ما این بوده باشه که ما از ایدئالیسم سیاسی خارج شده باشیم بالاخره پس از 1 قرن، که یک ضلعش همونجوری که توضیح دادم غرب ستیزی بود یا به قول مذهبیون استکبار ستیزی و به قول چپ سنتی ایران امپریالیسم ستیزی. اگر از این ایدئالیسم سیاسی بیرون اومده باشیم و وارد پرگماتیسم سیاسی شده باشیم، خیلی گام مثبتی. ولی این صحبت‌های اخیر منو وادار کرد که 2 گام برگردم به عقب، برای اینکه لااقل بخشی از جامعه سیاسی ایران به شدت هنوز تحت تاثیر ایدئالیسم سیاسی است. گرچه به پوپولیسم حمله میکنه که درست هم از پوپولیسم چیز بدیه، ولی به شدت پوپولیسته، همیشه هم بوده. و ببینید یقه آقای خامنه ای رو یا یقه سرداران رو میخواهید بگیرید. خب چجوری میخواید بگیرید؟ با کدوم ابزار میخواید یقه ایشون رو بگیرید؟ با کدوم ابزار میخواید یقه کسانی رو بگیرید که هم پول دارن، هم ثروت دارن، هم تشکیلات دارن؟ شما هیچ کدومشو ندارید. همه ضعف‌ها و ناتوانی‌های مجمعی به اسم مجلس شورای اسلامی، اسمش هم روشه، هم اسلامیه هم مجلس شوراست، مجلس وضع قانون به اون معنایی که مثلا بوندستاگ در آلمان هست یا مجلس نمایندگان در انگلستان یا کنگره آمریکا قانون گذاره، به هیچ وجه نیست. خب اینا همه میدونن که نیست. ولی در اینجا صحبت بین همون یه نوع ایدئالیسمه که در متاسفانه مثل که در بخش قابل توجهی از واقعا خارج کشور هست و هم در چپ هست هم در سلطنت طلبا هست که ایدئالشون و در خیال پردازی هاشون فکر میکنن که قراره که یک نوع رستوراسیون در ایران بشه و
پهلوی سوم به قدرت برسه که موقعی که این خزعبلات رو با تمام امکانات رسانه‌ای که در اختیارشون بود در این 6 سال گذشته بیان می‌کردند، من فکر می‌کنم تنها کسی بودم و اولین کسی بودم که بهشون گفتم شما تا 4 نمیتونید بشمرید. اگه میتونستید تا 4 بشمرید چون این چرت و پرتی نمیگفتید. منظورم اون پهلوی سومه. ببینید منظور این است که این ایدئالیسم فقط مختص چپ نیست که مارکسیست انقلابیه واقعا. حالا اگر از قدیم پیش از انقلاب از نوعی انقلابی دیگر بود، هنوز هم کماکان انقلابی است، یعنی مارکسیست لنینیسته و میخواد یقه آقای فلانی و سرداران رو بگیره، ولی معلوم نیست با کدوم ابزار میخواد. حالا اگر بگیم که این ایده هم ایده شدنی است، درستی است، استراتژی درستی است، با کدوم ابزار میخواید این کار رو بکنید؟ دو اردوگاه در مقابل همدیگه قرار گرفته. یکی اردوگاهی به نظر من عملگراست که فکر میکنه که به درستی فکر میکنه و همون موضوعی بود که من 2 ماه پیش تو همین جنم در همون بحث خیلی داغ که مهدی خلجی بزرگوار هم بود بیان کردم که اپوزیسیون منظور اپوزیسیون جریان اصلی که همونجوری که گفتم امکانات رسانه‌ای داره، امکانات مالی داره، جت خصوصی داره و اینها حرفی برای گفتن دارن، نه چارچوب تئوریک دارن، نه چشماندازی دارن، نه برنامه دارند و در نتیجه هیچ گونه تأثیر مثبتی در داخل ندارن. تأثیرشون در خارج فقط منفیه و در جنبش مهسا اینو به بهترین شکلی دیدیم که جنبشی که درش کمترین تأثیری مثبتی نداشتن ولی بسیار تاثیرگذاری منفی درش داشتن از خارج از کشور. این اپوزیسیون خیال پرداز، ایدئالیست هم شاید زیادی مثبت باشه برای اینها، چون به هر حال ایدئال یه نجابتی درش هست و که در اینها نیست واقعا. 2 اردوگاه در مقابل هم قرار گرفتن. یکی اردوگاهی که فکر میکنه که من فکر میکنم آقای شیخانی متعلق به این اردوگاه هستن که میشه با این اردوگاه سر برخی مسائل تئوریک و برخی مسائل عملی اختلاف نظر داشت، ولی اردوگاهی است که به نظر من میشه و باید باهاش وارد تعامل شد. و یکی که اردوگاه عملگراست، یعنی میگه که مردم رو به هر ترتیبی شده باید از انفعال در آورد، برای اینکه این انفعال مردم به نفع جبهه پایداری است، به نفع مقلدین مصباح یزدی است، به نفع کسانی است که میخوان ایران رو به نوعی طالبانیزه بکنن، که این کل الیت های ایران رو در بر نمیگیره. واقعیت اینه که کل الیت های ایران طالبانی نیستند. یه بخشی که قدرت دستشونه و تشکیلات دارن و ثروت دارن و زور دارن، اونها بله مردم رو بعد از انفعال در آورد و میگویند بر اساس استدلال هایشون که آقای شیخانی بیان کردن که یکی از راهاش اینه که مردم در انفعال غرق نشن، مردم بیش از این ناامید نشن و بشه نخست روزنه‌ای باز کرد. اینو میشه راجعش صحبت کرد که حالا و فردا هم مشخص خواهد شد که بالاخره به کجا می انجامد. برای همین گفتم باید به پس از 11 اسفند فکر کرد که پس از 11 اسفند چه خواهد شد. در مقابلش یه اردوگاه ایدئالیست وجود داره که این اردوگاه ایدئالیست گفتم از چپ تا سلطنت طلب‌ها رو در بر میگیره و نه چشم‌انداز مشخصی دارند، نه برنامه مشخصی دارند، نه اون تشکیلات گسترده‌ای رو که 46 سال پیش آقای شیخانی بهش اشاره کردن که در هر کوی و برزن و دهی در ایران تشکیلات داشت و اون تشکیلات تحت سایه
حکومت محمد رضا پهلوی در ایران شکل گرفته بود که بهش میگفتن حزب مسجد. بعداً در تاریخ نگاری بهش گفتن حزب مسجد. اصلاً چنین تشکیلاتی نداره، به هیچ وجه چنین تشکیلاتی نداره. اصلا تاثیرگذاری تئوریک هم از خارج از کشور از طریق فضای مجازی یا رسانه ها در داخل نداره. حتی شناخته شده ترین چهره هاشون هم که چند تایی هستن همه میشناسن دیگه، بلندگو دارن، تریبون دارن، کنفرانس دعوتشون میکنن و همه چیزی خود، حتی اونها هم تاثیرگذاری حتی تئوریک هم ندارن. برای اینکه اولا تئوری ندارند، راستش رو بخواید سوادش هم ندارن، بدن نمیتونن تاثیرگذار باشن. حالا تاثیرگذاری از طریق راه تشکیلات که به جای خود. ببینید چند بار باید اومد و توضیح داد و پرسید، این پرسش رو مطرح کرد و جواب نشنید که در هیچ کجای دنیا، هیچ جامعه‌ای، در هیچ فرهنگی شما نمیتوانید سراغ بگیرید که در اعماق فقر و فلاکت با تمام شاخصهای قابل رؤیت و سنجش نمیتونید در چنین جامعه‌ای تنها با یک انتخابات آزاد به دموکراسی برسید. چنین چیزی شدنی نیست. برای همین گفتم همین فردا انتخابات آزاد در ایران بگذارید، هر چقدر هم که حالا نکباتانیان، آقای پورمندی و دیگران حتی بتوانند برن در ایران، حتی میتینگ بذارن و فلان بذارن، از درونشون این انتخاباتی چیز بهشت بیرون نخواهد آمد. برعکس، آنچه که بیرون خواهد آمد جهنمه. دلیل داره، دلیل تاریخی داره. شما نخست باید شاخصهای اقتصادی، شاخصهای اجتماعی کشور رو به یک درجه از ثبات برسونید تا بعد بتونید فضای سیاسی رو باز بکنید. اینو در داخل کشور، دستاندرکاران داخل کشور که منتقد و حتی مخالف نظام هم هستن ولی میتونن این چیزا رو بگن به هر حال و گفتن و نوشتن. من اصلا از خود اونا یاد گرفتم و از تجربیات کشورهای غربی که راجبش نوشته شده. شما 3 تا عرصه در هر کشوری داری. یکی عرصه اجتماعیه، یکی عرصه اقتصادیه، یکی عرصه سیاسیه. عرصه اجتماعی همچنان که جنبش مهسا نشون داد، چه بخواید چه نخواید باید باز بشه. حتی این حاکمیت با تمام توانی که داره نتونسته جلوی قضیه حجاب وایسه و همه رو مجبور بکنه. خیلی ها همین امروز، همین الانی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، بی حجاب تو اون خیابونا دارن راه میرن، تو اون شهرها، تو همین جشنی که چند روز پیش در بوشهر بود. شما نمیتونید عرصه اجتماعی رو در ایران آینده، اگر آینده در کار باشه، باز نکنید. باید باز بکنید. خب اولین چالشی که باهاش روبرو خواهید بود اگر یک حکومت و یک دولت ملی و عملگرا سر کار بیاد، چالش امنیت اون فضای باز شده پس از نیم قرن سرکوب و اسلامیگری است. شما باید امنیت مهساها رو در اون فضای باز شده تامین بکنید. این بودجه میخواد، پرسنل میخواد. تمام نیروی انتظامی رو دوباره باید باز تعلیم بدید. نیروی انتظامی که بهشون نیم قرن گفتن حجاب الست و نهی از منکر بکنید و امر به معروف بکنید، شما باید دوباره به اینا تعلیم بدید که نه، اینجوری نیست. برای اینکه بتونید امنیت اون فضای اجتماعی باز شده رو تأمین بکنید، وگرنه به هرج و مرج و آشوب میرسه. و اون بودجه میخواد، اون پرسنل میخواد. اون بودجه رو میخواد از کجا بیارید؟ اون پرسنل رو میخواد از کجا بیارید؟ باید براش برنامه‌ریزی بشه. فضای عرصه اقتصادی به همین ترتیب. اگه فضای اقتصادی رو همین فردا باز بکنید که خب شما در یه اقتصادی دارید صحبت میکنید، نیم قرن از چالش‌های تکنولوژیک و مدیریتی و بازاریابی و تولید کالا با کیفیت و عرضه اون به بازار و صادرات اون دور بوده، اصلا منقطع بوده، منزوی بوده، تحریم بوده، اصلا بلد نیست.
برای اینکه دور بوده از اون. اگه اینو یه دفعه بازش بکنید، خب بازار جهانی میاد یه دفعه میبلعدش. همون تهمانده بخش خصوصی هم که آقای شیخانی بهش اشاره کردن، حدود 20%، همونم میبلعه. اون بخش عمومیش هم میبلعه. برای اینکه تجربه رقابت و تکنولوژی و مدیریت در این نیم قرن گذشته نداشته، برای اینکه تحریم بوده، منزوی بوده. در نتیجه اونم باید رو برنامه ریزی باز بشه. و تا این دوتا رو برنامه ریزی شما باز نکنید، نمیتونی اون عرصه سیاسی رو باز بکنی. اون عرصه سیاسی رو اگر پیش از این دو یا همزمان با این دو باز بکنی، کشور منفجر میشه. فقط تو همین کردستان شما 2 تا کومله داری، 2 تا حزب دموکرات، فقط تو همون کردستان 31 استان داری. تو هر استانی بخواد 3 تا حزب شکل بگیره، چجوری میخوای مدیریتش بکنی؟ این سالها طول میکشه. رامین پرهام که هیچ، خود آقای شیخانی هم با تمام تجربه‌ای که در این زمینه داشتن نمیتونن از پیش به شما بگن این 2 سال طول میکشه، 3 سال طول میکشه، 5 سال طول میکشه، 10 سال طول میکشه. تو سنگاپور 30 سال طول کشید تا تونستن فساد رو ریشه‌کن بکنن، تا تونستن از یه بندر مستعمره یک اقتصاد پویا درست بکنن. شما چجوری میتونید بگید که نخیر مردم ایران بالغ شدن، شما همین فردا انتخابات بذارید در ایران، اله میکنند و بله میکنند؟ نخیر، اله نه اله خواهند کرد نه بله خواهند کرد. بعد اون وقت به دیگران میگید پوپولیست. ببینید دوستان، کشور در خطره. تنها راه نجات کشور راه فرهیختگانه. من راه دیگری نمیشناسم. یعنی تعامل نیروهای ملی و راسیونل در میان الیت ها، فرهیختگان کشور، که رسیدن به این تجربه که با ایدئالیسم به هیچ جا نمیشه رسید، غرب ستیزی رو باید کنار گذاشت. این سم مهلک ایران بوده در این 100 سال گذشته. ما باید با غرب همکاری داشته باشیم، باید به غرب نزدیک بشیم، باید با غرب همپیمان بشیم در یک مقطعی. و این فقط از راه تعامل میان فرهیختگان راسیونل و ملی خواهد گذشت. راهکارهاش چه خواهد بود، 1 سال دیگه چه خواهد شد، 1 ماه دیگر چه خواهد شد، هیچ کس نمیتونه از پیش بهتون بگه. تنها چیزی که میشه گفت اینه که راه نجات ایران، جنبش نجات ملی ایران دیگه اسم این جمع دیگه که دعوت کردن و لطف میکنید دعوت میکنید، واقعا نجات ملی است. یعنی کشور رو باید از مخاطراتی که بقاش رو به شدت به خطر انداخته نجات داد. اون هم در کشوری که نرخ مهاجرتش به گفته یکی از با تجربه ترین مدیران ارشدش رسیده به کودکستان. یعنی این چنین بافتار جامعه داره از هم میپاشه و این نیاز به اراده داره، این نیاز به برنامه داره، این نیاز به یک اقلیت ملی مصمم و عملگرا داره. عملگرا که چگونه در شرایط کنونی میشه این کار رو کرد. آقای شیخانی درست گفتند. جنبش مهسا رو این حاکمیت با 1% بسیار کوچک از توان سرکوب خودش جمع کرد. اگه واقعا میخواست سرکوب بکنه که یعنی باید طوری اندیشید، طوری برنامه‌ریزی کرد که دست به کاربرد اون توان مهیب خودش نزنه، نه اینکه دست به اون توان مهیب خودش بزنه. اگه بخواد اون کارو بکنه که حمام خون را میفته. اگر شما بخواید برید یقه سرداران رو، معلوم نیست با کدوم تشکیلات و با کدوم امکانات، حالا فرض هم بکنیم بتونید بگیرید، حمام خون را میفته. از من بس.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر پرهام عزیز و برگردیم آقای ببخشید من دکتر. فقط تشکر کنم آقای پرهام. آقای پرهام واقعا ممنونم، خیلی متشکرم آقای پرهام، سپاسگزارم، کمک کردید به من، ممنونم. متشکرم از شما و آقای دکتر روشندل عزیز رو میشنویم و آقای دکتر روشندل درود عرض ادب در خدمتتون هست. سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان ویژه. خیلی خوشحالم که برای اولین بار با این دوست عزیزمون آشنا میشم، چون فرمودن اولین بار هست. من توصیم هستش که حتما تشریف بیارید، نه تنها خودتون و افراد دیگه‌ای که نگاه متفاوتی نسبت به کنشگری‌های دیگران دارید، نسبت به این که حالا من عرض خواهم کرد. من شروع میکنم از چند تا نکته گفتن که نمیدونم، البته من با خانم محشید یک صحبت‌هایی در رابطه با دیدگاه‌های کلی شما داشتم و دوست داشتم که اونها رو مجدداً بفرمایید که چون میشه در واقع در فضای یک گفتگوی دوستانه از همدیگه بیاموزیم. اجازه بدید من ابتدا از فرمایش اول شما شروع کنم که ما در پیچ اول مشروطه موندیم، که در ظاهرا اتاق مثل این که من میخواستم تازه بیام که دیدم اتاق اندش خورد و نتونستم پیدا کنم، ولی مجددا اومدم. فرمودید که پیچ اول مشروطه ما توش موندیم و رعایت قانون از طرف حاکمان به شکلی که در واقع ازش فرار میکنند. من میخواستم اتفاقا یک نکته رو ابتدای عرضم خدمت شما بگم که من تصورم این هست شما یک نگاه تفسیری نسبت به قانون مشروطه و همچنین یک نگاه تفسیری نسبت به فرایند نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی داشته باشید. قطعا متوجه خواهید شد که مفاد اصول شورای نگهبان آینه تمام نمای در واقع قانون مشروطه هست که این حکومت این رو در قالب در واقع شورای نگهبان داره اعمال میکنه. ببینید شما موقع که استناد میکنید به قانون مشروطه، اصل دومش رو من میخونم سریع که دوستان متوجه بشن از کجا من میخوام ورود کنم به نقد فرمایش شما. اصل دوم قانون مشروطه: مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تایید حضرت امام عصر و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام و عامه ملت ایران تأسیس شده، من القاب رو حذف میکنم، و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسی اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لذا اصلا مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. 5 نفر از آنها یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غور رسمی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشند طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بالطبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت ولی عصر تغییر پذیر نخواهد بود. ببینید این اصل دوم قانون مشروطه هست. خب ما در حکومت جمهوری اسلامی 3 تا مجلس داریم: مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که هر 3 تای اینها جزو نهادهای انتصابی هن، نه انتخابی، که توسط رهبر اول خمینی و رهبر دوم هم در واقع تایید شدن و پرقدرت‌تر هم اتفاقا شدن، که نظارت استصوابی از محصولات در واقع از برکات حکمرانی آقای خامنه‌ای هست که مطلق العنان تمام افکار و تمام ابزار حکمرانی رو
متصف به اون ولایت مطلقه فقیه کرده. من میخوام اینجا عرض بکنم که پس شما این رو قبول دارید که با توجه به اصل دوم قانون مشروطه که شما میفرمایید ما در پیچ اول مشروطه موندیم، اشاره دارید به این که 120 سال به دنبال احقاق حقوق مردم نتونستن حاکمان باشن. حاکمانی که شما اشاره میکنید سرخورده شدن از قانون مشروطه، اومدن مشروعه رو درست کردن، ولی منتسب به همون قانون مشروطه اومدن در سال 57 حکومتی رو بنا نهادن که شورای نگهبانش رو اومدن با استناد به همین اصل دوم قانون مشروطه در واقع گذاشتن. پس ما میتونیم بگیم که قانون مشروطه رو ما در همین حکومت جمهوری اسلامی به شکل دیگری داره اعمال میشه. پس شما نباید اینجا بفرمایید که قانون مشروطه بهش توجهی نشده برای احقاق حقوق. اینجا من میخوام بگم درسته فرمایش شما که حاکمان این رو رعایت نکردن. میدونید چرا رعایت نکردن؟ به خاطر اینکه انتخابات حق مردمه. مردم مالکیت در این حق دارن که معیار سنجش درستی یا نادرستی سیاست حکمرانان رو در واقع بسنجن. ولی من سوالم اینه، ببینید حکومت فعلی تاکنون فضای کنشگری عمومی رو در دو عرصه بسته. یک، نابود کردن نهادهای مدنی. حضرت علی روزنامه‌نگار بسیار فهیم و پرتوانی هستید و منم قبول دارم، ولی ببینید در بین حاکمیت و مردم تمام نهادهایی مثل احزاب، مثل نهادهای صنفی و حتی گروهی که بتونن مرجع امور باشن برای حل و فصل اختلافات بین حکومت و مردم، همه رو خود حکومت نابود کرده. دومین چیزی که وجود داره اینه که دیالوگ رفرمیستی و اصلاح طلبی که بین حکومت و مردم معمولا باید برقرار بشه، خود آقای خامنه‌ای و مکانیزم حکمرانی دیکتاتور مآبانش اونم نابود کرده. شما در شرایطی دارید از انتخابات صحبت میکنید که نگاه تقریبا مشابه حاکمیت رو دارید میفرمایید که حاکمیت فکر میکنه که تنها راه کسب اعتبار عمومی برای احزاب یا اشخاص فقط از طریق انتخاباته و به همین دلیل هست که اصلاح طلبانی که از سال 76 مدام و بویژه از سال 88 مدام صندوق رأی رو به مردم توصیه میکنن که فقط شما برید رأی بدید تا ما به قدرت برسیم تا بتونیم براتون کاری بکنیم. ولی من دارم میگم کسب رأی مردم از طریق صندوق رأی تنها راه کسب اعتبار عمومی و ملی نیست. شما نگاه کنید به خیزش‌های اجتماعی، اونهایی که در انقلاب مهسا اومدن خیابون، مگه مردم به اونا رأی داده بودن؟ مگه اونا نیازی به رأی داشتن؟ اومدن حق و حقوق خودشون رو در خیابان مطالبه کردن. دوست عزیز من، موقعی که حکومت با سیاست‌های تعیین نظرانه ابزار حقوقی مردم، ابزار قانونی مردم، حق مردم رو ازش بگیره و انتخابات رو از دست مردم بدزده که بر اساس سیاست یک دست سازی، خالص سازی یا هر چیزی اون رو وجه مشروعی برای اعمال قدرت بکنه، طبیعتاً اون شعاع یا دایره انتخاب مردم موقع که محدود بشه از طریق نظارت استثبابی یا امنیتی کردن جامعه، نهایتاً مردم رو میارن به تقویت خیزش‌های اجتماعی. بذارید من به شما یک موردی رو اشاره بکنم. ببینید روندی که ما در جامعه خودمون از سال 76 به بعد میبینیم اینه که اصلاح طلبان موقع که سر کار اومدن، به چه دلیل اومدن؟ به خاطر اینکه حکومت غیر پاسخگو بود. اولین نقطه انتقادی مردم از حاکمیت با این واژه بود، حکومت غیر پاسخگو. بعد به جای رسیدیم حکومت قابل اصلاح، یعنی 76 آقای خاتمی گفت من اصلاح میکنم، واسطه ارتباط بین شما و حاکمیت میشم و حقوق شما رو به یه شکل مدنی ازشون میگیرم. نتیجه نداد. نهایتاً شد حکومت غیر قابل اعتماد. سال 88 حکومت غیر قابل اعتماد. بعد از اون رسیدیم به حکومت به بنبست رسیده سال 96 و 98. الان مردم با جنبش مهسا رسیدن به حکومت نامشروع و غیر مردمی. میتونید شما این رفتارها رو ببینید. مردم فرصت زیادی به اصلاح طلبان دادن، به خاطرشون 2 تا هزینه دادن، یکی کوی دانشگاه و یکی 88. شما کماکان اومدید از اصلاحات، از انتخابات و مشروعیت اون دارید صحبت میکنید،
من عذرخواهم از اینکه این نکته رو باید دوباره بگم. خواهشم اینه شما اتاقهایی رو که قبلا در رابطه با انتخابات گذاشتیم، کاش اونها رو یک نگاهی میکردید، گوش میدادید که اونجا فرمایش عزیزانی بود و بنده خودم به عنوان کمترین اونجا اومدم توصیفی از وضعیت حکومت کردم، دولت انتصابی و دولت انتخابی یا بوروکراتیک. این شکلی که شما میبینید در حکومت که رئیسی شده رئیس جمهور، یه لایه کاغذی هست دور هسته سخت قدرت. اون هسته سخت قدرت همون دولت انتصابی است که شما در داخل به عنوان یک روزنامه نگار هنوز در تفکرتون من اینو نمیبینم که این تفکیک رو قائل بشید که دولت انتصابی که شامل همون سه تا مجلس هست، شامل قرارگاه‌ها و ستادها و بنیادهایی هستش که سپاه همه رو دنبال میکنه. خیلی خوب گفتید 80% ثروت دست اینها هست. اینها اصلا حجمشون، قدرتشون از خود رئیسی و دولتش و وزارتخونه ها بیشتره. شما این تفاوت رو میبینید. کماکان باور دارید که در واقع انتخاباتی باشه. کدوم انتخاباتی که ببینید این صحبت یک روز قبل انتخابات، فردا انتخابات هست. این صحبت ما یک روز قبل از انتخابات نه برای مردم ما دموکراسی میاره و نه برای حکومت مشروعیت میاره. دوست عزیزم، اینو قبول بکنید. جامعه رو حکومت به جای رسونده که مردم توصیفی که از حکومت میکنن میگن حکومت نامشروع و غیر مردمی. پس من انتقادی که از شما کردم متاسفانه عدم اطلاع شما از مفاد قانون مشروطه و تطبیق اون با شرایط روز. دوم، خروج از بحثی که میتونست در واقع کمک میکنه که ما فضای کنشگری جامعه رو، من خیلی دوست داشتم شما در رابطه با علتی که چرا ریل تحولات در جامعه از قالب رفرمیستی خارج شد، من 10 تا فاکتور دارم میتونم برای شما اینجا بشمارم. 10 تا فاکتور رو میتونم برای شما بشمارم که چه عواملی باعث میشه که سیاست‌های رفرمیستی به نتیجه نمیرسه و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی شکل میگیره. من میخواستم اینا رو برای شما توصیف کنم چون عزیزانی هستن میخوان اینجا فرمایش داشته باشن. دعوت میکنم از شما حتما تشریف بیارید در یک فضای دیگه بازم با هم دیگه صحبت بکنیم، چون بنده هم به صحبت شما نیاز دارم، شما هم نیاز دارید که صحبت‌های بنده نوعی رو بشنوید. ولی اینکه شما کانال بحثتون رو بردید به سمت اینکه یه گریزی بزنید به اینکه چون قدرت حکومت بیشتره خیال پردازیه، نمیدونم مگر شما از همه تشکیلات اپوزیسیون خبر دارید؟ شما اون ورو خبر دارید؟ منم برای اون حکومت کار کردم، ولی من این ور آبم، این ورم اطلاع دارم. شما دوست دارید بیاید با هم دیگه بحث بکنیم؟ بدون شناخت که آدم نمیتونه بیاد بگه که یک افرادی اومدن با توجه به وزن بیشتر حکومت خیال پردازی میکنن. من جلوی شما به جلوی مردم دارم میگم، به خدا قسم گردن کلفتر از این حکومت ها بوده، راحت فرو پاشیدن، راحت از روشون رد شدن. مردم مقابل مردم نمیشه ایستاد. فقط من میخوام به شما بگم که هر موقع شما تشریف میارید میخواید صحبتی بکنیم، من در خدمت شما هستم. دوستان دیگه جناب پرهامم که دوست عزیز من، همیشه صحبت میکنیم، ولی من انتظار نداشتم که شما مسیر بحث رو ببرید به سمت اینکه نقدی بکنید به اپوزیسیون و اونها رو در واقع از روشون با بولدوزر رد بشید. نه، اینجا دیگه از روی صخره باید رد بشید. اینا دیگه شن نیستن. قطعاً بدونید که این حرکت با قدرت ادامه داره، به خاطر اینکه انسان‌های بسیار فریخته‌ای دارن روی اون پروژه ها کار میکنن. من در این رابطه، حالا جناب پرهام اشاره کردن یه افرادی بودن فردگرا بودن، من اصلا کاری با اونا نداریم. اونا رو من اصلا جزو اپوزیسیون نمیدونم. اونا فانتزی ان از نظر من. ولی تفکر و گفتمان بسیار قدرتمندی الان شکل گرفته که منافع ملی رو خوب میبینه، خوب داره تعریف میکنه. شما اگه در این رابطه خواستید با هم صحبت بکنیم، من در خدمت شما هستم. ولی بحث ما اگر در رابطه با جامعه شناسی سیاسیه، اجازه بدید من در رابطه با اون اصل رفرمی که از سال 76 شروع شد، کجاها به بنبست خورد، به چه شکل قربانی سیاست‌های رادیکال و تندروی این نظام شد و نهایتاً به جای رسوند که دیگه مردم اصلا حالشون از اصلاح طلبها به هم خورده، برای اینکه نتونستن مدافع حقوق مردم بشن. من قاطعانه دارم عرض میکنم، من واقعیتش این انتخابات رو سند ننگینی برای هر ایرانی میدونم که بره پای صندوق رای و رای بده. من اینو بزرگترین خیانت به جامعه ایران و مردم میدونم. از اون خونها نمیشه گذشت به هیچ عنوان. من نظر شخصی ما دارم میگم.
به هیچ عنوان این انتخابات مشروعیتی نداره، برای اینکه حکومتش مشروعیتی نداره. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم آقای دکتر روشندل عزیز. برگردیم آقای شاه حسینی رو بشنویم و بعد اگر کوتاه مزاحم آقای شیخانی بشیم در اون بحث مشروعیت زدایی رو آقای شیخانی عزیز مطرح بکنی که بعد در ادامه اون بحث هم نظر آقای دکتر شعله سعدی رو بشنویم. آقای شاه حسینی در خدمتتون هستیم. درود بر شما خانم و درود مهشید، بر من فقط بگم من فقط میتونم 1 رو 20 دقیقه در محفل شما باشم، اینی که اگه مشکلی رفتم نداره. بیرون بله اوکی، ببخشید. متشکرم. فقط ممنون میشم مایک باز نکنید. مرسی. بفرمایید آقای شاه حسینی در خدمت. درود بر شما و درود بر یاران در اتاق. هر شود که اشاره به خاورمیانه شد و اشاره به مشروطه. ما تو خاورمیانه از نظر جغرافیایی هستیم، ولی از نظر فرهنگی، سیاسی و خیلی فاکتورهای دیگه نه، تو خاورمیانه نیستیم. چون این خاورمیانه 2 کشور بیشتر نبود، یک عثمانی بود، یک ایران که مشروطه اتفاق افتاد. هدفش چی بود؟ حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا. 2 نهاد موروثی و قدیمی در این مانع این دوتا شد. دوتا چی بودن؟ یکی سلطنت موروثی و یکم روحانیت، که از قضا سلطنت موروثی مختلفش همین روحانیت، مدل پدر به پسر و نطفه مقدس، درست عین همون ائمه اطهار. خب این دوتا بی خودی نیست که این تا الان مبارزه این ملت باش ادامه داشته. در مورد اول که سلطنت میخواست فراقانونی عمل کنه و میکرد، ولی حاکمیت قانون جلوش واسطه بود. همین دلم یه همچی مثل مصدقی از توش در میومد. ولی این رژیم به بازرگانش هم رحم نمیکنه که هرچی داره بازرگان داره. بعد میبینیم تهمونده همون رژیم آقای شاه حسینی پوزش میخوام، یه صدای بک‌گراند دارید، اگر ممکنه جاتون رو عوض کنید. بداره بهتر شد. هستش اجازه صدا بدید کمی، ولی بفرمایید آقای شاه حسینی. بفرمایید. اجازه بدید من اصلا اینو گوشیمو خاموش کنم. الان شد. عرض می‌کردم که این قضیه سلطنت موروثی یه مقداری آسان‌تر بود که نتیجهش هم دیدیم. آخرش ازش بختیار اومد بیرون. این چی؟ این راه حل دیگه رو رفت. دکتر روشندل توضیح دادن از اون اصل تراز که اون ویتوی 5 مجتهد. این اولین کاری که کردن سر خود روحانیت و مثل شیخ فضلالله رو که خمینی اون زمان بود سرش کردن زیر آب، یعنی بالای دار، به خاطر که خودشون امتیازات بعدی بگیرن و گرفت و رسید به خمینی و اون تمام کرد. اما سیستم گذاشت. خمینی میدونست که این مردم ذهنیت مشروطیتشون خیلی قویه. همش میگفت مجلس در رأس امور است. دروغ میگفت، ولی مجبور بود بگه. چیکار کرد؟ اومد تمام ارگان هایی که ظاهرا تفکیک قوا بود، مثل پارلمان، دولت و دادگستری، یه ولی فقیه پشتش گذاشت، یعنی بالاش گذاشت. در مقابل ارتش بسیج رو گذاشت، سپاه رو گذاشت
و در مقابل پلیس بسیج و در مقابل دادگستری رو دادگاه های انقلاب. یعنی از محتوا این سیستم استیت رو خالی کرد و اون مرام آخوندی رو جا داد. بنابراین اگر ما اینجا میبینیم مسئله انتخابات مطرح است، اینجا بیعت با رهبر، نه انتخاب ولی یک فرقی کرده، چون نگهبان کرده، موضوع نداره اصلا. شما باید میره بیعت کنی. این بیعت هم لازم داره. ظاهرش یا ببین صندوق هست، رأی میدن، آقا این دموکراسی دیگه، مدت دینیه، به قول خاتمی دموکراسی مردم سالار دینیه. خب یه چیزی میگه دیگه، ولی واقعیتش همون ولی فقیه. خب در اینجا ما ببینیم مشکل اصلی ما نقش جایگاه مردم چیه؟ هیچی. مردم وجود نداره، امته. باید با اون امامت در ارتباط باشه، ولی معنی نداره اون حکومت. پس مردم رو بذاریم کنار. این امته که تکلیف داره. مردم به اون شهروندی دارن، ولی اینجا امته، سرزمین ولایته. خاطر همینم تمام اون ارگانیزاسیونایی که بهشون گفتیم لغت ایران توش نداره. اینا منافع ملی نمیتونن چیه؟ منافع عقیده شونه. سرزمین ولایته، استیتشون ولایته که ایران بخشی از اون استیت. خب در نتیجه ما ببینیم با این تفصیل ما برمیگردیم به جامعه. چرا بعد از 120 سال هنوز ما یه آخوندزاده نداریم؟ چرا بعد از 70 سال ما هنوز یه روزنامه‌نگاری مثل ده خدا نداریم؟ این به جامعه ربط داره. درسته که حکومت هم بوده، اما بحث اصلی ما اینه. درسته که ما مشکل داشتیم با اون سلطنت خودکامه، اما مشکل اصلی ما روحانیت بوده، هنوز هم هست. بنابراین اون چیزی که ما الان لازم داریم این است که واقعا این چیزی که شما میگین جدای دین و دولت مسخره نیست. این مال مسیحیته، 500 سال مبارزه کرده. لایسیته مال اوناست، به ما چه ربطی داره؟ ما چه کردیم؟ اینه مشکل اصلی ما. اینه دوستان عزیز، دین ما خودش یه حزب سیاسیه، شیعه. دعواش با اهل سنت و خلفای راشدین با این بود که حق با علیه. دین سیاسی این چیکار باید بکنیم؟ دو راه بیشتر نداریم. یا بشیم اندلس، خروج کنیم از دین تا به آزادی برسیم، یا اینکه نه، مثل اجداد خودمون که توانستن عربیت رو با اسلامیت جدا کنن. تا امروز ما فارسی حرف بزنیم ولی میگیم ما مسلمون هم هستیم. چنین چیزی صدر اسلام میسر نبود. تمدن‌هایی مثل مصر، سومریه، بابلی، فینیقیا همه رفتن، همه عربی حرف میزنن، ولی ایرانی‌ها ایستادن و عربیت رو از اسلامیت جدا کردن و تونستیم حرف بزنیم. فارسی حرف بزنیم ولی مسلمون هم باشیم. اگر امروز اون میبینیم که ترکی حرف میزنن و به اصطلاح کردی حرف میزنن ولی مسلمونن، این مدیون اجدادن. اونا این راه رو باز کردن. ما امروز چه کار باید بکنیم؟
با این آخوند، با این دینش، با این مرامش. راهی رو که میتونیم بریم اینه، واقعیه. از اینجا به بعد میتونیم بگیم دین و دولت جداست و اون رسالت محمد در مکه، باقی دیگهش تاریخه. یعنی تاریخ دین رو با خود دین جدا کنیم، مثل اجداد ما که فارسی رو که به عربیت رو از اسلام جدا کردن. ما هم باید قادر باشیم که این دینمون رو از تاریخش جدا کنیم. بنابراین تمام این دعوای 1400 ساله میره به کنار، یه رسالت پیغمبر در مکه میمونه. این کاریست که توماس جفرسون کرد و مارتین لوتر. نتیجهش هم میبینیم دنیای غرب به آزادی و دموکراسی رسید. من امیدوارم روزی ما بتونیم اعلامیه آزادی ایران داشته باشیم که تکلیف این چیزی که گفتم روشن شده باشه، و الا اسیریم. همه چی قوا داره، اما قوایی که نداره تفکره. این تفکر ملی ماست که باید جام بگیره، تقویت بشه، سازماندهی بشه. دوستان عزیز، آخرین جمله من اینه که قدرت در ایران برخلاف تمام خاورمیانه از جنس نظامی نیست، از جنس اجتماعی است. به همین دلیل رسم بوده که نظامی در سیاست دخالت نکنه. این که خامنه‌ای داره اون سپاره به این کار میکنه برخلاف میل خمینی که اجازه نمیداد، این به خاطری که حزبی نداره، این رو فاسدش هم کرده. اصلا شما رو این فاکتورها حساب نکنید. قدرت در ایران از جنس اجتماعی است و نظامیان ایران و انتظامیان ایران به قدرت سیاسی تمکین میکنن. 57 هم همین کار کرد، اگرچه لهلوورده شد. بنابراین اون چی که ما قدرت به ما میده جامعه مدنی ماست، مدنیت ماست، فرهنگ ماست، بینش ماست. اینی که امروز میخوایم بگیم جدای دین و دولت، نباید بریم سراغ لایسیته و سکولاریسم. اینا مال ما نیست. ما باید کار دیگه ای بکنیم، همونجور که اجداد ما کردن. تکرار نمیکنم. بنابراین بدونیم که ما بازی این آخونده رو نباید بخوریم. اینا امتی هن، با امت کار دارن، اصلا حقوق شهروندی براشون مطرح نیست و نمیتونیم هم دو این کاری کار کنیم. بنابراین پراگماتیسم سیاسی با ولایت معنی نداره، شوخی میکنیم. این که خامنه‌ای با این پایداری ها هست، نه که خطر داشته باشه این پایداری ها، این برای این میخواد که مجتمع رو حکومت حاکم بکنه. این ابزار داره، کسان دیگه شاید بهش راه نداده ولی راه میده. چرا؟ این نکته آخرم بگم خدمتتون، اون است که علت تحریم ها، چون پراکنده صحبت بوده، منم یاد داشتم پراکنده است. علت اصلی تحریم ها این بوده که رژیم خامنه‌ای است و او به این خاطر بوده که تحریم کرده که غرب ستیز بوده و دفاع غرب هم تحریم خامنه‌ایه، یعنی تحریم ایرانه. این تقصیر مردم و اپوزیسیون نیست. بنابراین مسئله اصلی ما این نیستش که اپوزیسیونی بخواد تحریم کنه نکنه. مسئله غرب ستیزی این باباست. و همین خاطر هستش که معادلاتی که این رژیم داره کاملا مخالف منافع ملی و کاملا مخالف خواست اکثریت جامعه ماست. منتها قدرت داره، فعلا قدرت سواره تا زمانی که معادله قدرت عوض بشه و اون معادله قدرت هم فقط وقتی عوض میشه که اکثریت جامعه ما بدون چی میخواد و تشکلش داشته باشه. مسائل مالیش هم کشور ثروتمند ایران میتونه مسائلش هم فراهم کنه. کمترین مشکلش مسئله مالی است، ولی اون چی که مسئله مهمه اینه که ما به اجماع برسیم. این چپ ما، این مذهبی ما اصلاحش هم بعد از این 120 سال آزاده باشن.
ملی فکر کنن، قبل از اینکه عدالت اجتماعی رو بخوان، آزادی رو بخوان، عدالت رو از طریق آزادی بخوان. تکلیف مذهبی هم که مشخص شد با اون اراضی که خدمتتون عرض کردیم. سپاسگزارم مشید بانو از وقتی که بنده دید. خیلی ممنون، متشکرم از شما شاه حسینی. برگردیم و من خواهش میکنم که دوستان به خاطری که هم زمان گذشته و هم که دوستان بیش از 200 نفر در آدینس شنونده ما هستن، یه نگاهی به تایتل داشته باشیم و صحبت‌ها در راستای تایتل باشه. تایتل انتخابات در آخرین ایستگاه، نقش و جایگاه مردم کجاست. در قسمتی از صحبت‌های دکتر پرهام، در قسمتی از توضیحاتشون با این بحث دموکراسی و اینا اشاره کردن و اگر بخوام کل بحث رو به اون سمت ببریم، مثلا کلا محتوای روم به سمت دیگری میره. اینی که خواهش میکنم، دوباره خواهش میکنم که صحبت ها رو از سر و ته مقدمه بزنیم و در تایتل داشته باشیم، برای اینکه حداقل دوستانی که شنونده بحث هستن بدونن که بحث در چه زمینه‌ای هست. جناب احمدی گرامی، همونطور که در ابتدای مقدمه من گفتم، در قسمتی از نوشته های شما این بود که همونطور که مردم هم یکی از دلایلی که اتفاقا مردم شرکت نمی‌کنن در انتخابات، بحث اینه که این مشروعیت نظام رو قبول ندارن. بله، مشروعیت زدایی. و شما در این بحث مشروعیت زدایی به نکته دیگر اشاره کردید. یادداشتم. بله. در خدمتتون اجازه هستیم. بدید من بله خواهش میکنم. ببینید چند تا نکته دوستان گفتن، من فقط گذرا به اونا اشاره کنم برم. یکی این که میگن که خاورمیانه عثمانی بود و ایران. این ماجرا حداقل 120 سال ازش گذشته. الان خاورمیانه که داریم چیز دیگه و اصلا وضعیت خاورمیانه با 120 سال پیش فرق داره. الان ما کشور ایران هستیم، این طرفمون افغانستانه، این طرفمون عراقه، به هر دوتاش هم آمریکا حمله کرده. وضعیتشون هم که الان میبینیم چیه. عراق که الان 2 تکه شده، تنها کشوریه در دنیا که یک کشور اومد و تبدیل شد به در واقع الان 2 کشور که به اسم فدرالیسم، که اونور هم اونها دنبال این بودن که استقلال پیدا کنن، استقلال منظورم کردستان عراقه، که اون ماجرا میتونست اصلا کل ماجرای خاورمیانه و ایران و همه این چیزها رو یه چیز دیگه بکنه. این ورم که افغانستان با ماجرای 20 سال حضور آمریکا در افغانستان به اسم اینکه دموکراسی بیاره، بعدش هم دو دستی تقدیم شد به طالبان و همه اینها. این که ما میگیم که ایران تو خاورمیانه نیست، واقعیتش اینه که ما کنار سوئیس قرار نداریم، کنار ایتالیا یا کنار آلمان. ما اینجا کنار افغانستان، عراق، آذربایجان، ترکمنستان، ترکیه و اون بخشی از ترکیه که اتفاقاً شهرهایی هستن که سالهاست هنوز حکومت نظامی دارند و اون ماجرایی که با کردهای ترکیه برخورد میشه. اینور پاکستان که الان انتخاباتش این شکلیه. ما توی یک همچین مجموعه، اینورم که جنوب خلیج فارس، با کشورهایی که کشور نیستن، شرکت سهامی خانوادگی هستن، یعنی امارات یه شرکت سهامی ما توی این منطقه زندگی میکنیم با مناسباتی که توی این منطقه هست، با این همه پایگاه نظامی که آمریکا تو منطقه داره، بخوایم یا نخوایم داره، با اسرائیلی که الان درگیره، با خیلی از ماجراهای دیگه. ما بخوایم یا نخوایم همه این چیزهایی که در خاورمیانه‌ای که ما وسطشون قرار داریم بر ما تأثیر میگذاره. ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن این اتفاقاتی که تو خاورمیانه هست، ما که جدا نمیتونیم بشیم از این. منی که الان تو ایران زندگی میکنم با همینا سر کار دارم، با 2 میلیون نفری که 3 میلیون نفری که بعد از ماجرای طالبان از افغانستان با بیچارگی اومدن تو ایران.
اومدن تو ایران با خودشون مسائلشون رو میارن. ما که نمیتونیم بگیم نه اینها وجود نداره، اینا وجود داره. 3 میلیون نفر یهو اومدن با یه سری مسائل. 3 میلیون هم که از قبل بودن. اینها واقعیات روی زمین ماست. پس اون خاورمیانه‌ای که ایران بود و عثمانی الان نیست، الان اون شکلی نیست. دوستان اشاره میکنم به حکومت بازرگان و اینکه روحانیت به بازرگان هم رحم نکرد. ببخشید کی به بازرگان رحم کرد اصلا؟ من الان میخونم این صحبت آقای شاملوه، میگه واقعا که این استاد مهندس بازرگان ما وجودش به تنهایی برای همه انقلاب‌های سفت و نیمبند و آبکی سراسر دنیا بس است. این یکی صحبت از غلام حسین ساعدی، میگه دولت موقت یک دولت فاشیست و ضد انسانی است و لایحه مطبوعات یک لهکه سیاه و ننگین دیگر و کارنامه سیاه اوست. این صحبت آقای فریدون تنکابنی. کار به دست همان بورژوازی لیبرال سازشکار افتاده که به عبث میکوشد چرخ تاریخ را به عقب برگرداند. این صحبت آقای انور خامنه‌ای. شگفت‌آور است که بازرگان چگونه ریاست بانک ملی را به کسی واگذار کرده که دستش در سیاست 25 ساله آلوده است. این صحبت آقای محمود دولت‌آبادی. نشستن چند چهره به اصطلاح خوشنام به جای افراد به اصطلاح بدنام نمیتواند انقلاب نامیده شود. ببینید آقای بازرگان هیچ کس بهش رحم نکرد. چرا فقط میگیم بله روحانیون هم رحم نکردن، انقلابیون هم. اصلا هیچ کس بهش رحم نکرد. همه لجنمالش کردیم. سهم هممون ما حکومتی هستیم، یادمون باشه از مهندس بازرگان به ابراهیم رئیسی رسیدیم و همه ما در این ماجرا سهیمیم، هر کس به اندازه خودش. این نمونه هایی که من از روشنفکرین ایرانی گفتم، خب اینا روشنفکرین ما بودن دیگه اون دوره. پس جدا نکنیم. یکی از جناب آقای شاه حسینی بودن فکر کنم، گفتن که ما از اون سلطنت موروثی به بختیار رسیدیم. نه خیر، ما از سلطنت موروثی اگر سال 55 دولت بختیار تشکیل شده بود، بله سلطنت موروثی به بختیار رسیده بودیم، ولی ما 37 روز قبل از پایان حکومت پهلوی وقتی دیگه تمام شده بود به بختیار سپرده شده. در واقع بختیار حاصل انقلاب 57 بود، نه سلطنت موروثی. هیچ وقت حکومت بختیار که مجال نداد. به جای آموزگار اگر به بختیار دولت سپرده بودن قبول، سلطنت که به بختیار محل نذاشت. واقعیت اینه که فقط 37 روز، اونم دیگه وقتی که بلند شد و رفت، یعنی وقتی تمام شده بود، حالا به هر دلیل های بختیار پذیرفت نپذیرفت یا هرچی بود، به سلطنت موروثی به بختیار مجال نداد. اتفاقا اصلا ربطی به بختیار به سلطنت موروثی نداره. اتفاقا بختیار به نظر من اولین دولت انقلاب بود، دولت دوم انقلاب آقای مهندس بازرگان بود. اشاره میکنن که خیلی ها این رو میگن و به نظر من خیلی هم عجیبه این میگن که خمینی دروغ گفت. ببینید دوستان، ما همه میگن خمینی دروغ گفت، خمینی فلان کرد، خمینی بیسار کرد. بله آقای خمینی خیلی از اون چیزهایی که گفته بود عمل نکرد، ولی توی یک پروسه این اتفاق افتاد. آقای خمینی وقتی اومد بلند شد رفت قم، بعد از اون اعدام‌ها و فلان، نه اون چیزایی که شد که توی همه انقلاب‌ها میشه و توی ایران کمتر از جاهای دیگه شد به تعداد به هر چی، تمام که شد بلند شد رفت قم. اما ماجراها در 6 استان ما جنگ داخلی برپا شده بود. همین نیروهایی که میگیم توی کردستان عملا جدا شده بود. ما در کردستان، در فارس، در ترکمن صحرا، در
آذربایجان غربی، در خوزستان، در همه اینها ما جنگ داخلی داشتیم. من برای نمونه یکی از کسایی بودم که 2 تا جنگ رو دیدم. یکی جنگ خلق عرب در خرمشهر در خوزستان و 2 جنگ حمله عراق. 6 روز خرمشهر کاملا از ایران جدا شده بود. خب دوستان این رو هم توجه بکنن. ما دولت بازرگان واقعیتش این که نتوانست به هر دلیلی که یکی از دلایلش همین روشنفکرانی بودن که آقای بازرگان رو به لجن کشیدن. روحانیت هم بود بله، ولی هممون به لجن کشیدیم آقای مهندس بازرگان که من میگم دولت دوم انقلاب. همه جا هم گفتم آقای بازرگان دولت دوم انقلاب بود. دولت اول انقلاب دولت بختیار بود. خب نتوانست آقای خمینی برگشت به تهران و امور رو دوباره دست گرفت. آقای خمینی ما همش داریم میگیم آقای خمینی فلان کرد. آقای خمینی پیشنویس قانون اساسی رو که تدوین شده بود تایید کرد. قرار شد همون به رفراندوم گذاشته بشه. آقای مهندس بازرگان مخالفت کرد. در اون پیشنویس قانون اساسی هیچ صحبتی از ولایت فقیه و همه این مسائل نبود. خب آقای خمینی اگه میخواست دروغ بگی که اونو قبول نمیکرد. قبول کرد. اونو گذاشتن دروش گفت بله همینه به رفراندوم میذاره. آقای بازرگان گفت الا بالله نه. آقای مرحوم بهشتی و مرحوم رفسنجانی میگن که آقا ما به آقای بازرگان گفتیم آقا نکن این کار رو. با این وضعیتی که کشور داره مجلسی که تعیین بشه مجلسی که دست روحانیت میفته و از دل اون یه قانونی به دست میاد که هممون پشیمون میشیم. عیناً در همه خاطراتم نقل شده. چرا اینو نمیگیم؟ آقای خمینی تایید کرد. آقای بهشتی و آقای رفسنجانی که نزدیکان آقای خمینی بودن هم هشدار دادن این کار نکنید. آقای بازرگان گفت نه الا بالله. بهشون گفتن نکن این کارو، نه قبول نکرد. گفت من نخست وزیرم قول دادم باید این کار بشه. خب از توش هم اون در اومد. خب آقای خمینی که میتونست بگی قبول ندارم، میتونست بگی اون پیشنویس به رأی گذاشته نشه. ما آقای خمینی رو جدای از کل ما یک ظرفی بود که توش خیلی چیزا اتفاق افتاد و خیلی چیزا تغییر کرد و همه هم توش سهیم بودیم. ما همیشه به این صحبت ها منو یاده صحبت نرون که میندازه که میگه که ای کاش روم 1 سر داشت تا من به 1 ذره شمشیر رو از تن جدا میکردم. ما همه چیزو میخوایم بندازیم گردن 1 نفر و فکر میکنیم با انداختن مسائل به گردن 1 نفر همه چیز حل میشه، میتونیم اونو بزنیم تموم بشه. ما همونطور که پیش از انقلاب با اینکه شاه قدر قدرت بود همه چیز دست اون تنهایی نبود که اگر تنها اون بود با رفتن اون مسائل حل میشد. همه چیز بعد از انقلاب هم تحت 1 نفر نبود. الان میگن که قضیه رو میندازن گردن آقای خامنه‌ای تنها. آقا چرا فکر میکنید فقط 1 نفره؟ ما هر کدوممون برای خودمون یه ولی فقیه هستیم. ما به هیچ کی رحم نمی‌کنیم. من الان توی این 2 ماه انقدر بابت همین بیانیه انقدر فوش خوردم، چه از داخل کشور چه از خارج کشور. کلی دوستان از دست دادم. من یادداشت می‌نوشتم، دوستان یادداشتم رو بازنشر می‌کردن. الان همون دوستایی که یادداشت منو بازنشر می‌کردن الان دیگه حاضر نیستن جواب سلام من بدن. چرا؟ چون گفتم آقا روزانه گشایی کنیم. چون گفتم در انتخاب همه میگن که این یعنی مشروعیت دادن به حاکمیت. آقا مشروعیت، من این موضوع مشروعیتم الان در این یه تیکه دیگه میگم برمیگردم بهش. دوست عزیزمون در مطالبی که فرمودن اینا رو گفتن. باید باید به راه دیگه ای بره. باید جدا کنیم. باید بعد اسلام رو از بعد تاریخیش جدا کنیم. باید به رسالت پیغمبر برگردیم. باید اعلامیه آزادی مثل آمریکا بنویسیم. باید تفکر ملی در ایران جان بگیرد. نباید بازی آخوندها رو بخوریم. باید به اجماع برسیم. باید
آزاده باشیم، باید ملی فکر بکنیم. این همه باید، یعنی همه بشینیم ببینید اینقدر باید نکنیم. من میگم که یعنی چی؟ فکر میکنیم که با دستور دادن باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم. اصلا امکان پذیر نیست این دستورها رو انجام دادن. ما یک جامعه هستیم که داریم میرسیم به 90 میلیون نفر با یک ساختار حکومتی بسیار متکثر که هر کس یه طرفشو داره میکشه. اگر مسئله فقط یک نفر بود که راه حل داشت. من مثال میزنم برای شما، اجازه بدید من اینجا هستم بعضی چیزا رو که اینقدر همه چیز رو تبدیل به یک نفر نکنید. اگر مسئله یک کشور به پهناوری ایران مسئله یک نفر بود، مثل نرون میتونستیم با یک شمشیر قضیه رو حل بکنیم، ولی مسئله یک نفر نیست. ببینید دوستان، اما قضیه مشروعیت زدایی، این رو من توی یادداشتی نوشتم، امیدوارم دوستان فرصت بکنن اگر حوصله داشتن بخونن. ببینید عزیزان، توی این 30 سال بعد از فروپاشی بلوک شهر یک اتفاقی افتاد در دنیا. ما در همه کشورهایی که ساختارهای غیر دموکراتیک داشتن، در کشورهای دموکراتیک اتفاق نیفتاده، ولی در کشورهایی که ساختار غیر دموکراتیک داشتن، مشروعیت زدایی یک فرصت بوده برای جهان غرب که بهشون حمله کنه. از یوگسلاوی همین قضیه شروع شد. یعنی یوگسلاوی وقتی تیکه تیکه شد، اون حکومتی که در اومد جانشین شد و خواست نگه داره، اومدن گفتن هر کدوم از اون کشورهای که امروز در بالکان هست، هر کدوم برای خودشون اعلام استقلال کردن. مشروعیت، در واقع مشروعیت زدایی شد از جانشینانی که یوگسلاوی رو به دست گرفتن. جنگ داخلی، جنگ شد، آمریکا دخالت کرد و الان بالکان به این شکل در اومده که هنوز هم مشکلاتشو داره ها. بعد از ماجرای بالکان، حکومتی که در افغانستان بود، در واقع حکومتی که بلا مشروع اعلام شد، حمله شد. نتیجهش چیه؟ الان طالبان کشور افغانستان بعد از اون حمله، بعد از 20 سال تقدیم شد به طالبان دو دستی، با یه عالمه چیزایی که آمریکا در اختیارش قرار داد و میبینیم که الان وضعیت چطوریه. باید ببینیم آیا مشروعیت زدایی برای این کشورها، اون چیزی رو که ما معتقدیم مناسبه برای مردم ایجاد کرد. مشروعیت زدایی از دولت عراق، وضعیتی که الان عراق داره. مشروعیت زدایی از دولت لیبی، وضعیتی که الان لیبی داره. لیبی الان 2 تا پایتخت، 2 تا دولت، 2 تا مجلس و 8 یا 9 تا ارتش داره که هر کدوم از این ارتش‌ها چند حلقه چاه دارن، خودشون نفت استخراج میکنن، میفروشن، اسلحه میخرن. چیزی به اسم کشور لیبی دیگه جز روی نقشه جغرافیا وجود نداره. مشروعیت زدایی از سوریه، مشروعیت زدایی شد دیگه که امکان حمله رو به وجود اومد. یک کش الان ترکیه در اختیار داره، چاهای نفتش دست آمریکاست، یه بخشش دست داعشه، یه بخشش دست دولت مرکزیه. چیزی الان مشروعیت زدایی از یمن، الان دولت
مشروع یمن 10 سال خارج از کشور، هیچ تسلطی بر کشور نداره. اون چیزی که به اسم حوثی ها بر یمن الان تسلط دارن مشروعیت نداره. یه دوره 10 ساله که یه اتحادیه بین کشورهای عربی بمبارانش کرده، الان هم که مستقیما غرب داره بمبارانش میکنه. ببینید مشروعیت زدایی کلیدواژه حمله نظامیه. شما وقتی یک دولتی مشروعیت زدایی میشه، یعنی اولین چیز اینه که اون دولت و به مشروعیت زدایی که برسه مجوزیه که در نهادهای بین المللی نماینده اون دولت دیگه حضور نداشته باشه. یعنی همونطور که الان در سازمان ملل و هیچ کدوم از مجامع بین المللی دولت طالبان به خاطر اینکه مشروعیت نداره کرسی های بین المللی رو هم نداره. حوثی ها هم همینطور. دولت نامشروع یعنی همین. دولت نامشروع یک تکه گوشت آماده بلعه. مشروعیت این من واقعا حیرت میکنم. مشروعیت زدایی هر کاری میخواید بکنید، اما مشروعیت زدایی یعنی آقا دولتی که بر یک کشور حاکمه این مشروعیت نداره. اولین چیز اینه که کرسی‌های بین‌المللیشو بگیرن. دومی مسئله هم اینه که این دولت دیگه مشروعیت نداره، میتونید بزنیدش و میزننش. اگر اجازه بدین چون فرصت هم محدوده، آقای مقدم لطفاً توی خواهش بخش میکنم از شما. بعدی صحبت‌ها رو بشنویم. آقای خب من مقدم تکرار میکنم. آقای مقدم لطفاً وسط مایک من صحبتشون نبندید نیاین. خانم محشید. آقای مقدم لطفاً من بارها از شما خواهش کردم که وسط صحبت کسی نیاین. مرسی. بفرمایید. پوزش میخوام خانم جناب آقای مشید شیخانی. من فکر میکنم نه، خواهش میکنم، نه شاید من زیادی حرف زدم، نه ولی شما این بحث مشروعیت زدایی ما بارها از شما خواهش ببینید کردیم. خانم عرب مشروعیت کارتون قشنگ نیستش اصلا. اجازه بدید دوستان دیگه هم صحبت بکنه. آقای مقدم در این روم شما مدیریت متأسفانه امشبتون مدیریتور واقعا نیستید و لطف کنید دخالت نکنید در مدیریت. ممنون میشم. بفرمایید آقای. نه خواهش میکنم. ببینید مشروعیت زدایی در واقع یک مجوز این که اول تمام کرسی های اون کشور از نهاد دولت گرفته بشه. اون دولت، ببینید مشروعیت یک مفهوم بین المللی است نه ملی. یعنی وقتی میگیم یک دولت مشروعیت نداره، مثلا الان دولت طالبان مشروعیت نداره، مشروعیت بین المللی نداره، ولی بر تمام جغرافیای سیاسی طالبان مسلطه. در داخل افغانستان ما مقاومت خاصی در مقابل طالبان نمیبینیم، ولی مشروعیت نداره. تمام کرسی بین المللی هم ازش گرفته شده. حوثی ها هم همینطور تقریبا یمن رو در اختیار دارن ولی مشروعیت بین المللی ندارن. دولتی که مشروعیت بین المللی نداره هر برخوردی میشه باش کرد. هر برخوردی. بسیار خوب. میخواهید مشروعیت یک دولت رو از بین ببرید. بسیار خوب. پیامدهاش رو هم میپذیرید؟ برای پیامدهاش هم فکر کردید؟ یعنی حاضرید به بهای یکی به من میگفت وقتی این رو مطلبا نوشتم، گفت آقا هر بلایی سر ایران بیاد بهتر از جمهوری اسلامی. من نمیدونم واقعا اینطوره یا نه. من گمان نمی کنم هر بلایی سر ایران بیاد بهتر. میگه واقعا تیکه تیکه هم بشه ایران بهتر از اینه که جمهوری. اگر راه حل رفتن جمهوری اسلامی فروپاشی ایران اشکال نداره. یعنی تا این حد. من فقط یک پرسش مطرح میکنم. آیا حاضرید پیامدهای مشروعیت زدایی از یک حکومت مستقر رو در شرایط حاضر بپذیرید؟ من مثال زدم کشوری مثل یوگسلاوی، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل لیبی، مثل عرض شود به حضورتون سودان، مثل سوریه. همه اینا ابتدا دولت مشروعیتش از دست داد و بعد به این وضعیت در اومد.
قبل از اینکه اون دولت در جامعه بین‌المللی مشروعیتش از دست نده این اتفاق نمیفته. بسیار خوب. فقط همین به نظر من میرسه پیامدهای مشروعیت زدایی خیلی میتونه وسیع‌تر از این باشه که فقط یک دولت نامشروع بشه. مرحوم بازرگان یه جمله خیلی کلیدی به نظر من میگفت وجود یک دولت بد بهتر از نبودن دولته. مشروعیت زدایی یعنی بی دولتی. پیامدهاش رو اگه به نظرتون برای ایران مناسبه، من به نظرم مناسب نیست. من به نظرم به نفع مردم نیست. هر چقدر هم کینه داشته باشیم، من به نظر من آسیبش فقط یعنی آسیبی که به کشور میرسه، آسیبی که به مردم میرسه اصلاً قابل تصور نیست. اون هم در خاورمیانه. یادمون باشه در خاورمیانه جنگ ها شروع میشه ولی تموم نمیشه. متشکرم خانم محشید، پرحرفی کردم، پوزش میخوام. در خدمت. خیلی ممنون، متشکرم.